کف پلت رو اون بیرون مثلا 30 سانت 32 سانت هر چقدر هست مثلا ما میگیم 30 اوکی. بعد میام تعداد پله میگم تو پاگرد من این پاگرد من چند تا پله داشتم؟ 22 تا 11 22 یعنی من 2 تا 11 دارم روم در اومده میام میکشمشون این پاگرد رو یه دستگاه پله با هم هست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ولی پله ها ارزششون بیشتر دوباره مقابلش همین رو میکشم سمیل یعنی مگه نگفتیم کارو 45 در نظر میگیریم اون شماره هاست خب حالا من میخوام باش پاگرد بکشم اندازه پاگردم چقدر میشه؟ اندازه پاگردم به اندازه یه دونه کف پله که داره عرض پله اگر 110 گرفتم اندازه 110 خب کمتر از 110 نمیشه بیشتر از 110 میشه یعنی من میخوام بگیرم یه دونه از اینها حداقل 110 یعنی اگه 100 باشه اندازه عرض پله‌تون حداقل 100 اگه 90 باشه حداقل 90 خب هر چقدر از کمتر از اون نمیشه بیشتر از اون نمیشه میام میگم اینجا اندازه 110 میام بالا میام 110 میام بالا بعد به هم چسبونش پس پاگرد من حداقل به اندازه عرض پله‌ام چرا؟ برای اینکه گردش درست شد اگه بخواد سایت بچرخونه موقع 3 نفر بچرخونه راحت میتونه بچرخونه این نکته دوم اگر پلت فرد شد مثلا 15 تا پله شد یا مثلا 23 تا پله شد اون یه دونه پله فرده رو بیار بنداز اوکی بیار بنداز تو پاگرد اون یه دونه پله فرد اگر فرد شد این نکته دوم نکته سوم همیشه جهت پلت مشخص یعنی از راست وارد میشه یا از چپ وارد میشه که معمولا پله ها چون مردم ایران راست دست هستن و ذهنشون اصلا راست دست هست از راست وارد میشه با پلش مشخص کنم وسط پله بیاد تا پله مثلا دوم تا پله سوم اوکی پس این شد نکته سوم نکته چهارم همیشه باید توی پاگرد خود ارتفاع بزن چند تا پله اومد بالا 11 تا پله اومد بالا 11 تا چند سانت بود 16 سانت درسته 10 تا 16 سانت میشه 1.60 یه دونه 16 سانت میشه 176 پس کد ارتفاع اینجا 176 تو میخوره باید بذارید یعنی مثلا بیام پاگرد باز کنم ببینم کد ارتفاعی داره اون کل نقشه رو پس این هست پس شد نکته 4 نکته 5 چیه؟ دور باکس پلتون ضخامتی که در نظر میگیرید 30 سانتی متر یعنی با دیوار خارجی میشه نه با دیوار داخلی چرا؟ چون استحکام پله از همه جا باید بیشتر باشه چون موقع زلزله موقع انفجار همه پناه میبرن از پله بیان پایین اون اگه بریزه کلی ساختمون این است پس شد نکته چندم 4 55 نکته ششم برای ستون گذاری نکته 6 میشه حتما 4 تا